ای جوانا، دعوت تنها به زبان نیست، دعوت توسط عمل هم میشه. به الله قسم در کدام مجمعی که تو نماز میخونی دعوت است که چی رقم نماز میخونی. به الله قسم در کدام مجلسی که تو سخن میگی این دعوت است. مردم سعی میکنه که تو چی رقم سخن میگی. مسجد از مسجد که میبرایی مردم متوجه میشه که سلفی خود میگیره تو باش چقدر احترام بزرگوار داره، چند جور پای پوش راست کرد، در صف آمد چقدر تعظیم بزرگی خدا کرد. سلفی معنا را نداره که نعوذ بالله خدا جنتی و دیگار کلش جهنمی بشمار خلاص شمشیر بکش سری کلگی را زده بود. سلفیت بشناسی، سلفی بودن بدو. به یه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی جواب بگید وقتی که عقبه ابن عامر رضی از پیغمبر اسلام سوال میکنه امسک علیک لسانک، نجات در چیز زبانی تا بند کن. این نیست که قطعا گپ نزن، چرا در حدیث دیگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که عقیده به الله داره و به روز آخرت داره، عقیده به الله داره که لحظه ما شمرده میشه، لحظه از علم الله بیرون نیستم، از مراقبت الله سبحانه و تعالی بیرون نیستم، و عقیده دارم که روز آخرت از همه گپای ما اعمال ما مکمل بازخواست میشه، سوال میشه. چی میگه پیغمبر علیه السلام؟ کسی که تو عقیده را داشته باشه فلیقل خیرا او لیصمت، گپی خیر بزنه. خیر کدام گپ میزنه؟ خیر کدام گپ میگه؟ گپی که موافق شریعت باشه، در چوکات شریعت باشه، گپی که نفع به تو به ماحول داشته باشه، گپی که منفعت به دین داشته باشه. فلیقل خیرا، اگر از دست دیگه پا نمیه فلیصمت او لیصمت، یا چوب بشین. الله اکبر.